سلام. یکی از جدیدترین ضرباتی که بر فک مقام عظما فرود اومد تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری جنایتکار بود که موجی از شادی رو در میان هموطنانمون برانگیخت. امروز این دادگاه استیناف دشخیم حمید نوری رو متهم به شرکت در قتل عام 67 شناخت. او محکوم به حبس ابد در زندان شد مجدداً. البته حکم حبس ابد حمید نوری در دادگاه بدوی سال گذشته صادر شده بود، ولی رژیم رفته بود دنبال دادگاه تجدید نظر به این امید که با یه ذره بندوبست و یه ذره پول پاشی شاید بتونه این جانور یعنی حمید نوری رو از دست عدالت فراری بده و توطئه‌ای رو هم که روش خیلی حساب کرده بود از شکست نجات بده. تا روز قبل از اعلام حکم هم از این رویاها می‌بافتند. حدود کمتر از 24 ساعت به اعلام رأی دادگاه تجدید نظر سوئدی ها در مورد پرونده آقای حمید نوری مونده. از طرفی ادله‌ای می‌بینیم مانند این که خب اعلام شده که فردا احتمالاً اغتشاشاتی در سوئد باشه یا به طور مثال توصیه شده که دورکاری کنن. خب هممون افراد سازمان مجاهدین رو میشناسیم، آدمای خشنی هستن و ممکنه اگر حکم تبرئه آقای نوری صادر بشه اغتشاش کنن. از این مثال هم هست که ما رو امیدوار میکنه که گروهی عقلا هستن در سوئد که آبروی کشورشون رو به گروهک‌های مخالف ایران یا آدم‌های معلوم الحال گره نمیزنن. دوست دارن که سوئد مستقل باشه و وابسته به این آدم‌ها و یا گروهک‌ها نباشه. 24 ساعت دیگه شاید کمتر معلوم میشه که سوئد عادلانه رفتار میکنه یا تسلیم این فشارها خواهد شد. بله، و 24 ساعت بعد معلوم شد که هیچ کدوم از دفاعیات مضحک وکلای حمید نوری جنایتکار و اقدامات پشت پرده و روی پرده رژیم اثر نکرد و دادگاه تجدید نظر حکم حبس ابد حمید نوری رو یک بار دیگه تایید کرد و به این ترتیب جیغ نظام از دهان پسرک حمید نوری در اومد. من ناراحتم آقای دکتر ستایشی، نسبت به بعضی از مسئولین ناراحتم. چرا ما فریاد نزدیم؟ الان نگاه کن، حکم صادر شده، تمام اپوزیسیون موضع گرفتن، اظهار خوشحالی کردن. آیا این ورم واقعا اون کاری که باید انجام شد؟ بعضیا کوتاهی کردن، بعضیایی که سمت دارن، بعضیایی که امنیت کشور، شاید امنیت ملی دستشونه، واقعا در قبال آقای نوری اومدن وسط یا بیخبرن. من با بعضی از نماینده‌های مجلس صحبت میکنم، اصلا نمیدونن پدر من انفرادی. شما نگاه کنید نماینده‌های مجلس همین سوئد، بلژیک، هلند، آلمان پارسال تو اغتشاشات ایران چه کردن؟ اومدن پشت اغتشاشگرا گفتن ما کفیل سیاسی نمیدونم این اغتشاشگراییم نمیذاریم اعدام شن. چند نفر تو ایران اومدن در مورد پدر من که تبعه ایرانیه که جرمش اینه زمانی تو جمهوری اسلامی کار کرده، همین چیز دیگه ای پیدا نکردن. چند نفر اینو فریاد زدن، چند نفر اومدن بگن که آقا ما کفیل سیاسی، ما اجازه نمیدیم هر روز تو مجلس صحبت کنن. بله، حالا که هیچ کدوم از ترفندهاشون جواب نداده و ضربه رو از مقاومت ایران خوردن، از سوزش یقه همدیگه رو جر میدن. این طلبکار اون شده، اونم طلبکار این یکی شده که تو چرا نیومدی حرف بزنی، که انگار مثلا اگر تو مجلس وحوش نظام یکی از نوری دفاع میکرد رأی قاضی سوئدی رو میزد. آخه بادم جون، اونجا سوئد، بحث دادگاه و ادله و شهوده. اون که به حرف یه مش قاتل و دزد و اختلاسگر مجلس نظام گوش نمیده، که اونجا بحث شاهد زنده و مدرک و سنده. و به یمن جنبش دادخواهی هم اونقدر جنایت قتل عام آشکار شده که حتی با وجود یک قطره قانون هم حق آشکار میشه. استحضار دارید که اساس تشکیل این نمایش زشت علیه آقای نوری این بر پایه سناریویی بود که اینها نویسندش رژیم جعلی صهیونیستی بود و هست و کارگردانش هم گروهک تروریستی منافقین و اساساً دولت، ما اعتقادمان اینه، و سیستم قضایی سوئد
نابازیگران نقش هایی هستند که گروهک به اونها واگذار کرده، این گروهک تروریستی به اونها واگذار کرده. یه بار میگید سازمان مجاهدین پول داده معاون رئیس جمهور خریده، یه بار میگید وزیر خارجه رو هم پول داده، بعد هم هر چی پارلمانتر و کنگرسمن و کنگرسومن و سناتور هم هست با پول آورده. بعد همه اینها به کنار، الان داره میگه دولت سوئد و قضاییه سوئد هم زیر کنترل مجاهدینه، ولی با همه اینها هنوز هم بهشون میگه گروهک. آخه تو خودت با خودت چندی؟ به نظر میاد که ساندیس فاسد خورده، وگرنه این حجم از مزخرفات از آدم سالم در نمیاد. حالا ضربه رو خوردن و در میون این همه هزیونگویی یاد حقوق بشر افتادند و با آبگوره‌گیری برای حقوق حمید نوری میخوان اون موجود پلید رو سفید سازی کنند. و در سلول انفرادی این نگهداری شد، هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشت و یکی از میتوانیم بگیم که واقعاً خبیثانه ترین، جنایتکارانه ترین اقدامات ضد بشری و ضد انسانی بود که در این حوزه صورت گرفت. حتی ما در قرون وسطی هم همچین چیزایی، همچین گزارش هایی که دلالت بر این قضیه باشه به این شدت و حدت نداشتیم. پشمک، تو دیگه از این مزه ها نریز. اولا قرون وسطی در مقابل زندانهای شما هتل 4 ستاره محسوب میشه. تو زندانهای شما که هر روز آدم سالم میبرن جنازه بیرون میارن. امیر جوادی فر، ستار بهشتی، سارو قهرمانی، سینا قنبری، تا صبحم اسم بگم تموم نمیشه. بعد مثل اینکه متوجه نشدی طرف به خاطر دست داشتن تو جنایت علیه بشریت حبس ابد گرفته. انتظار داشتی ببرنش تو لونا پارک و سینما؟ خب باید ببرنش زندان که ارتباطش با جامعه رو قطع کنن، چون این خطر مجسمه برای هر جامعه انسانی. حالا بشنویم ابعاد دیگری از شکنجه های قرون وسطایی در زندان های سوئد رو. خب بابا به خاطر اینکه ما نگرانش نباشیم، آره هر بار میگفتش که اتفاق خاصی نیستش، نگران نباشید، ولی توی ملاقات ها که پیش می اومد ما متوجه می شدیم که اتفاقایی برایشون می افتاد. یه بار وای چه شرایط سختی که خودش میگفت نگران نباشید من هیچیم نیست، ولی اینها از تو نگاهاش میفهمیدن که حتما یه چیزی هست. بابا اونی که تو زندان باشه، زیر شکنجه باشه، دنبال یه لحظه میگرده که شرایطش رو به دنیای بیرون منتقل کنه. نشنیدی مگه ریزنویس میکردن که این شد اون شد، یه جوری میفرستادن برای بیرون. بعد این یارو اومده تو ملاقات سر مرو گنده نشسته، خودش هم داره میگه هیچ چیم نیست. تو که زندان نبودی چی داری میگی؟ یه بار که مثلا ما ملاقات رفته بودیم خیلی پریشون بودن، خیلی حال روحی بدی داشتن که ما وقتی جویا شدیم گفتن که یک نفری رو که از یک کشور دیگه‌ای هستش و به خاطر جرم و جنایتی که انجام داده دستگیر کرده بودن، توی همون سلول انفرادی که بابا هستش ایشون هم آورده بودن و خیلی شرایط رو براشون سخت‌تر کرده بودن. اون آدم از لحاظ روحی و روانی حالتهای نرمالی نداشتن و اون فکر می‌کنم هلوش 1 هفته 2 هفته پیش بابا بودش و خیلی شرایط رو سخت‌تر می‌کردش. عجب شرایط دردناکی. یه نفر خارجی آوردن تو سلولش، زبونش هم بلد نبوده، اونم برای یک مدت خیلی طولانی، 1 یا 2 هفته. بابا تا همین قبلش مگه اون پشمک نمیگفت که سلول انفرادی بزرگترین جنایت قرن اخیره؟ بعد رفتن یه نفر خارجی آوردن کنار این جنایتکار گذاشتن که تکی نباشه. انتظار داشتی چی؟ برن یه وکیل و یک دانشجو بیارن تو سلولش؟ آخه اونجا کسی رو میندازن زندان که دیگه تو جامعه نشه تحملش کرد، مثل حمید نوری. بعد اگر قراره کسی شاکی باشه اون خارجی است که باید شاکی باشه، چون اگر بفهمه که کنار یک موجود خبیثی گذاشتنش که جوونا رو به خط میکرده، میبرده اعدام، بعد شیرینی پخش میکرده، از لای همون نردا خوشو پرت میکرده بیرون. و همینطور خوب باز شرایط جسمی خود آقای نوری، چه از حیث چشم و چه از حیث شنوایی و حتی سلامت جسمانی، به هر حال کسی که مشکلاتی پیش آمده بود برای آقای نوری. بله، هم به زمان کرونا در واقع کرونا گرفته بود و هم بعد از اون کمی کسالت داشتن که اجازه در واقع خدمات پزشکی نمیدادن. و حالا چند بار پیش اومده که داخل همون سلول انفرادی که هستن بابا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، یا حالا از لحاظ غذایی، از لحاظ روحی، روانی، همه جوری بهشون فشار میارن. بارها پیش میاد که شرایط داخل خود سلول انفرادی برای بابا سخت میکنن و این شرایط سخت آزاردهنده هستش.
خیلی وقت ما متوجه میشیم به خاطر حالا ارتباطایی که باهاشون میگیریم، متوجه میشیم که این شرایط سخت اتفاق افتاده، اما خیلی وقتا هم ما متوجه نمیشیم. یه جوری میگن که انگار زدن چشمشو کور کردن، گوششو کر کردن، صورتشو کبود کردن، غذا هم که نخورده الان شده پوست و استخون، ولی آخرش میگه ما متوجه نمیشدیم که اصلا چه فشاری روشه. آخه والا اگه شما هم تصویرشو ببینید متوجه هیچی نمیشید. منو گرفتن در تمام رسانه‌های سرتاسر جهان بر علیه من حرف زدن. صحبت‌های یک طرفه از این مخالفین نظام جمهوری اسلامی شنیده شده. من در طول 4 روز باید به 33 سال دروغ و افترا و تهمت به ملت ایران و خودم جوابگو باشم. اینهاش سر حال لپاشم گل انداخته. بعد 10 تا برنامه راه انداختن که آی بیایید داره حقوق بشر حمید نوری نقض میشه. موارد نقض حقوق بشر در پرونده آقای حمید نوری: 1. عدم حق انتخاب وکیل و دسترسی به او. یکی از مشکلاتی که از ابتدای بازداشت برای نوری ایجاد شده عدم حق انتخاب وکیل بود. اگرچه آقای نوری در مرحله دادگاه تجدید نظر دارای وکیل بود، اما همواره در زمینه دسترسی به وکلای خود با محدودیت‌های مختلفی روبرو بوده است که یکی از این محدودیت‌ها در دسترس نبودن به موقع مترجم برای برقراری ارتباط مؤثر با وکلای سوئدی بود. تو سال 2023 دیگه با من صحبت از نداشتن مترجم نکن. یعنی گوگل ترنسلیت نداشتن؟ یه موبایل اونجا باشه از هر زبونی به هر زبون دیگه ترجمه میکنه دیگه. جای دیگه نبود مترجم رو به عنوان نقض حقوق بشر مطرح نکن که بهت میخندن. در ثانی خودت داری میگی وکیل داشته، هم وکیل ایرانی هم وکیل سوئدی. مثل اینکه یادت رفته شما همونایی هستین که دادگاه چیه وکیل کجاست، طرف رو توی خیابون فقط تو تظاهرات میگرفتین، تیربارون میکردی میرفت. اینقدر که محرز بشه در تظاهرات شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد. همچنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات 2 یا 3 روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردیم و باید بدونن کسانی که در این تظاهرات شرکت میکنند کیفری جز مرگ نخواهند داشت. این رفیق و رئیس همین حمید نوری است ها. اینا همونایی هستن که الان میگن نقض حقوق بشر شده. مورد آخر دسترسی نداشتن به حقوق اولیه زندانی از جمله پزشک. مقامات زندان‌های سوئد از ارائه مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی کافی به حمید نوری نیز خودداری می‌کنند. تاکنون هیچ اقدامی برای معاینه صورت نگرفته. مواردی بود که در رابطه با نقض در واقع حقوق بشر در پرونده آقای حمید نوری بهش اشاره کردیم. بعد از این جمله الهه وقاحت رفت تو افق محو شد. گفت تا اینا هستن من دیگه بر نمیگردم. آخه میکروب تو دیگه سر عدم رسیدگی پزشکی توی زندان صحبت حقوق بشر نکن که دل یک ملت خون از دست شما. چند نفر زندانی رو شما فقط به خاطر عدم رسیدگی پزشکی تو زندان کشتین؟ بکتاش آبتین، منصور رادپور، محسن دکمچی و بابا شما زندانی سیاسی رو توی زندانهای خودتون زرچکش میکردید. بعد میگه نیومدن نمره عینک این جانی رو عوض کنن، نقض حقوق بشر شده. بابا قبلش هم از عینک استفاده میکرد. خب مسلما نیاز داره که یه چشم پزشکی ایشونو معاینه بکنه. ما حاضریم پزشک بیاد بابا رو معاینه بکنه و عینک جدیدی بهش بده. و ما بشنویم از موارد دیگه نقض حقوق بشر. بله خب ما تا حالا چندین بار شده میایم سوئد و حالا هر بار به دلایل مختلفی اجازه ملاقات نمیدن یا ملاقات ما رو در لحظه‌های آخر کنسل میکنن، حالا به دلایل مختلفی. و شما هم خیلی ناراحت میشین. سفر سوئد و صفا سیتی تو شرایطی که ملت تو این گرونی و تورم نون ندارن بخورن چند بار سفر سوئد رفتی ها؟ آره خیلی هم ناراحتی. بعد فکر نکنید که اونجا هم رفته اصلا ملاقات ندارن ها. از پشت پنجره برام دست تکون میدن. 8 تا دقیقاً هم میکنن رو بروشم. اگه چراغش روشن خاموشه یعنی بابا خدا. یعنی بیرون رو میبینن اینا؟ الان میبینن شما رو بابا؟ ما رو میبینه. به ما گفته کنار این تابلو سالنتونا وایسید میبینم. چراغ روشن خاموش میکنه. الان تقریبا 1 ماهی هستش تماس تلفنی ما رو قطع کردن. تماس قطع شده، هیچ گونه ارتباطی با پدر نداشتیم
و از حال و روز ایشون باخبر نبودیم. خب این باعث شدش که ما مجبور بشیم دوباره به سوئد سفر بکنیم تا بتونیم از حال و روز ایشون باخبر بشیم. دقت کردین؟ دوباره یه سفر سوئد. الو بابا، صدات نمیاد؟ ما الان پا میشیم میریم سوئد، بعد دست تکون میدیم. ببین تو زندانهای شما تلفن چیه؟ جوون مردم میلاد زهره‌بند رو اعدام کردید، به مادر پدرش خبر ندادید. چی داری میگی؟ چند نفر رو شما بدون اطلاع خانواده کشتین، جسد رو خاک کردید، روش سیمان کردید. اگر نمیدونی برو از بابات بپرس. تو سال 60 دختر مردم رو تو زندان کشتید بدون اینکه اسمش رو بدونید. عکسش رو چاپ کردید، گفتید مادر پدرش با شناسنامه بیان جسد تحویل بگیرن. پس شما از نقض حقوق بشر صحبت نزنید. مشکل اصلی نظام جای دیگه است که خود حمید نوری اینجوری ترسش رو ازش توی دادگاه بیان کرد. من اگر اسم سازمان مجاهدین رو ببرم به محض اینکه وارد ایران بشم منو دستگیرم میکنن. من حتی تو بازجوییام چند بار گفتم سازمان مجاهدین، الان میترسم. من همینجا یک بار اسم این سازمان رو آوردم، از اون روز ناراحتم. من یقین دارم به محض اینکه وارد ایران برسم به جای استقبال از من اول منو دستگیر میکنم، شک ندارم. خلاصه این که ضربه تایید حکم حبس ابد حمید نوری چیزی نیست که به این سادگی برای سران نظام تسکین پیدا کنه. چون حکم حمید نوری که فقط برای یک شخص نیست، همشون میدونن بزرگترین جنایت این حکومت و همه عوامل اون پاشون اینجا گیره. می‌بینیم دولت سوئد، حکومت سوئد، حاکمیت هر کاری که دلش میخواد میکنه و به راحتی ما رو مورد تمسخرم قرار میده که اینا کاری از دستشون بر نمیاد. ببینید من همش تاکید میکنم، به نظر بنده اینا پدر منو محاکمه نمیکنن. این خدا نشناس ها دارن نظام جمهوری اسلامی رو محاکمه میکنن و بی توجهی ما مثل اینه که یه نفر چشاشو بسته، اونا دارن کار خودشون میبرن جلو و هی این حکم محکمتر میشه. اگر ما بخوایم با همین روال ببریم دیوان عالی اونا یا دیوانهای بالاتر، مطمئن باشید اینا با این خباثتی که دارن مجدد حکم تایید میکنن و حکم سفت‌تر میشه و کار ما سخت‌تر میشه اتفاقا. پس اینکه میبینید توی نظام اینقدر از این حکم سوختن، علتش اینه که میدونن این شطوریه که جلوی در خونه همشون خوابیده. بی دلیل نیست که رئیسی هم با یک شکایت مجاهدین جرئت نمیکنه بره سفر سوئیس. ولی ببینید این پرونده کلاً با پیگیری گروهک تروریستی منافقین تشکیل شد و بعد ببینید مثلا این پرونده آقای نوری تبدیل کردن به پرونده علیه جمهوری اسلامی ایران. خب در دفاع از کی؟ سوئد برای کی این کار رو کرد؟ برای حمایت از گروهک تروریستی منافقین. این نکته مهمی هست. خب بله، در این کلام رژیم میخواست در پروژه حمید نوری با یک توطئه چند وجهی هم جنبش دادخواهی رو لوث کنه و هم حمید نوری رو در ببره، ولی در نهایت با ورود فعال مجاهدین به این دادگاه این پرونده روی سر خود رژیم خراب شد و این نوید رو به مردم داد که در فردای پیروزی ترازوی عدالت همه دستاندرکاران جنایت رو پای میز محاکمه خواهد کشید. وقت بخیر و خدا نگهدار.